خدا رحمت کنه شیخ عطار نیشاپوری را قصه میکند. غازی از کافر بس سرفراز خواست مهلت تا که بگذارد نماز. میگه جنگی تن به تن میرفت بین یک مسلمان و یک کافر، هر دو پهلوان. جنگای پیش با تفنگ نبود، جنگای پیش با شمشیر سینام بود. اگر به شرطی که دو رقیبی هم تنگ ور میخوردن کار به درجه میرسید که چند شبانه روز جنگ شو دوام میکرد. یک روز تا بیگاه جنگ میکردن با میگفتن که صحبت باقی با پگاه دوام میدیم. وقتی که در شمشیر زنی هر دش یک مهارت داشته باشن جنگ خیلی دراز مدت میروه. خیلی جنگیدن به هم وقتی نماز شد مسلمان با مشرک گفت که اجازت میتی که من عبادت خدا را کنم. این نماز برای ما مسلمانان فرضی وقتی است، وقتش رسیده است. و اون مشرک هم رخصتش داد، گفت برا نماز تا بخون با بیا انشالله دوام میتیم. چون بشد غازیش کرد باز آمد جنگ هر دم بیش کرد. مسلمان رفت نماز خوان. این برای ما و شما درسی عبرت است برادران. هر چی را بهانه کرده نماز خدا را قضا میکنه. مردک در حین جنگ جانش در کف دست نماز در وقتش ادا میکنه. نماز میگه وقتی غازی خواند آمد باز الله اکبر گفته جنگ دوام داد. بعد کافر را نماز زان خیش مهل خواست اون نیز بیرون شد زی پیش. گوشه بگزید کافر پاکتر پس نهاد او سوی بد بر خاک سر. همون مشرکا و کافرها هم یک عبادت دارن بخچو چیزی را عبادت میکنن. شاید بت عبادت کنن، شاید آتش عبادت کنن، شاید گاو و خره عبادت کنن. میگه این مشرک هم وقتی همون عبادتش که رسید گفت جورا که ترا منم مهلت بتیده منم عبادت ما انجام بتم. و وقتی رخصت گرفت از جای پاکیزه و تازه تر یافته سرش در نزد همون بتش میگه گذاشت. غازیش چون دید سر بر خاک راه گفت نصرت یافتم این جایگاه. غازی نگاه کرد که کافر سرش در خاک مونده است، گردنکش کش همین آماده به مرگ است که گفت خدا داد. این خیلی مومنت دیگه هیچ وقت نمیاد. خدا داد دستم. خواست تا تیغ زند او را نهان شمشیر کشید آزاد از قفا اومد. غازی گفت میزنم سر شاید بدنش جدا میکنه به همین جانم خلاص. کی میدونه آخر این جنگ چی بشه؟ خداوند همین امکان برام داد است که استفادهش برام. خواست تا تیغ زند بر وی نهان هاتفش آواز داد از آسمان ای و اوف العهد بر ناخوانده گشته کج بر عهد خود نامانده. چون نکویی کرد کافر پیش از این ناجوان مردی مکن تو بیش از این. همین او قصدی ضربه زدن داشت که یک صدای میگه از آسمان آمد در گوشش که ناشگرید شود توار غازی را که تو مسلمانی مگر سخن پروردگار امر پروردگار فراموش کردی. و اوفو بالعهد این العهد کان مسئولا. با عهد وفاداری کنه بنده های خدا. فردا روز قیامت از این عهد و پیمان شما پرسیده می شوه. و وقتی که یک کافر جوان مردی کرد در قولش استوار ایستاد تو چرا نامردی میکنی؟ ناجوان مردی مکن تو بیش از این. او نکویی کرده تو بد میکنی با کسان آن کن که با خود میکنی. ای مسلمان نامسلم آمدی در وفا از کافر کم آمدی. حیفی مسلمانیت گفت نخوا در عهد وفاداری تو قد یک کافر نباشی. همون کافر وفا کرد تو میخواهی که عهد بشکنی. رفت غازی زین سخن از جای خیش در عرق گم دید سر تا پای خیش. بیچاره غازی را لرزه گرفت. وقتی صدا را ای عثمان شنید تلخش کف دیگه در لرزه و در گریه افتاد. کافرش چندید حیران مانده تیغ اندر دست گریان مانده. گفت گریان از چی؟ کافر گشت نگاه کرد که در بالای سرش مسلمان با شمشیری برهنه ایستاده است گریه داره. گفت گریان از چی؟ برگفت راست که زمان کردند از من بازخواست بی وفا گفتند از بهر تو هم
این چنین نالان من از قهر تو. گفت خانه سوخته برای تو گریه میکنم، از روی تو بدبخت خداوند متعال بی وفام گفت تو به عهدت وفا نمیکنی. تنبیه و مذمتم کرد. گوش کرد این قصه کافر آشکار، نعره زد بعد از اون بگریست زار. گفت جباره که با محبوب خیش از برای دشمن مغضوب خیش از وفاداری کنه چندین خطاب، بی وفایی چون کنم من بی حساب. پروردگاره که گفت به یک محبوب خودش، به یک غازی راه خدا، به خاطر یک کافر اینقدر عتاب میکند، اینقدر سختگیری میکنه. مرگ من که بندگی خدا را دعوا کنم و عبادت خدا را نکنم، در پیش بتها سجده کنم، عرضه کن اسلام تا دین آورم، شرک سوزم شرع آیین آورم. برادر گفت اسلام عرضه کن، چینم مسلمان شوم، کلمه را عرضه کن منم مسلمان میشم. ای دریغا بر دلم بند چنین، بی خبر من از خداوند چنین. سبحان الله. اگر به شرط هر کدام ما و شما از نکویی پروردگار، از رحمت پروردگار، از عطای خداوندی به طریق کامل واقف شویم، به خدا قسم همه شفته و شیدای خداوند میشه. همچنین محفل مولود نبوی مکان است که معرفی رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزد امتان کرده می شود. قسم به خدای جبار، اگر شبانه روزی در یک شبانه روز 24 ساعت شکرگزاری نعمت الله کنیم، فقط شکرانه آنه که ما و شما را امت رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند خلق کرده است انجام داده نمیتونه. هرگز. یک پیامبر مهربانه که زندگیش هم برای ما مایه خیر رحمت بود، حتی همین وفاتش هم برای ما و شما مایه خیر رحمت است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بزار روایتش کرده است با اسناد جید، بر روایت از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، حضرت می فرماید حیات خیر لکم و موت خیر لکم. امتان سربلند من، حیات من برای شما مایه خیر رحمت است و مرگ من نیست برای شما مایه خیر رحمت است. چرا؟ اما حیاتی فاسن لکم و سنن. حیات من با او خاطر برای شما مایه رحمت است که من برای شما سنت بیان میکنم، شریعت می آموزانم، طریقه زندگی را از برای شما تعلیم میتم. امروز ببینه هر ساحه را نگاه کنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین نصیحت کرده است. خواه معاشرتی با اهل خاندان باشد، خواه معاشرتی با حق همسایه باشد، خواه در سر دسترخوان باشد، از برای خدا در سر دسترخوان چی نوع شیشتن در کار، طعام چی نوع خوردن در کار، همه همیارا یک پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهیده و در دهن ما و شما گذاشته است. البته که حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما مایه خیر و رحمت است. و اما موتی فان اعمالکم تعرض علی. مرگ من چرا برای شما مایه خیر و رحمت است میگوید حضرت صلی الله علیه و سلم. عملهای شما ای امتان در عالم برزخ در نزد من عرض کرده می شود. فلانی فلان کار کرد، فلانی فلان کار کرد، همه همیورا در نزد من یک میارن حسابات میتن. فما رأیت منها حسنا حمیدت الله علیه. اگر دیدم که عملی خوب است، عملی نیک است، مرد مسلمان همت کرده است، مثل برادر ما ایشان اسلام الدین خدا برکتش بده، مرد مسلمان خدمت میکنه مثل ایشان ویسیدین خادما که امروز خدمت ما و شما را کرده است. مرد مسلمان در محفل خیر نشسته و ذکر خداوند و پند نصایح پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش کرده است. اگر گفت از این چیزا وقتی واقف شدم شکرانه خدا میکنم، حمد خدا را میگم که پروردگار خیل ملت سربلند و امت سربلند نصیب من گردانده است. و ما رأیت منها سیئا
استغفرت الله لكم. اما اگر دیدم که یگان امت کاری ناجا کرده است، کاری ناخوب کرده است، کسی را رنجانده است، غیبت کسی را در غایبش کرده است، عملی کرده است که عمل شنیع است، پیش خداوند متعال میگه طلب استغفار میکنم که پروردگارا همه یکی از امتهای من است، خطا کرده است، خدایا تو ببخش، تو غفور و رحیم هستی، پروردگارا ببخش. حتی در عالم برزخ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طلب استغفار کمبودی و نقصان ما و شما را میکرده است. بله، چه غم دیواری امت را که دارد چند تا پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. اما مرد مؤمن باید یک ذره اندیشه کند که او وقتی که عملها را پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض میکنند، همه کمبودی و نقصانایی که در زندگی همه روزه ما جا داره، آخه شرم نمیداری فردا روز قیامت با کدام چشم به پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر میکنی؟ نزد حضرت بگذار که حضرت رحمت عالمیان است، بگذار که پیش پروردگار طلب مغفرت میکنه. اما وقتی که شخص گناهگار است، رفتار ناجا و شنیع کرد، عیب داغش در اسلام ماند، فردا روز قیامت به کدام رو میره که یا رسول الله من طلب شفاعت تو دارم، یا رسول الله من امت تو هستم؟ شرم نمیداری؟ خجالت نمیکشی؟ گیرم که به عوف در گذارد همه را، آن شرم که دیده از چی کردم چی کنم میگه بزرگ. برای برادرای عزیز، هر وقت کار میکنیم خوب اندیشه کنی، از همین کار ما الله آگاه است، از این کار ما رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاه کرده می شود. این خبر را به حضرت می رسونند. آخه مرگ من که فردا روز قیامت در پیش چی میگم؟ بالفرض مردم ندیدن پوشیده کردم، اما آخه از خدا پوشیدش نمی شود، حتما نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کرده می شود است. و بسیار خواهش میکنم برادرای عزیز، چیزی را شنیدیم به اهل خاندانمون برسانیم، به فرزندا برسانیم. و مرد مسلمانی واقعی دائم فرزندش تاکید میکنه بچه جان من برای تعلیم تربیت سعی تلاش میکنم، کار نکنی که پگه در پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم من خجالت زده بشم، کار نکنی که برای شرمنده و رسوا کنی. زیرا حضرت گفت کلکم مسئول عن رعیتی، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. هر کدام شما پدرای محترم، شما چوپان و پاسبان هستی و فرد و مسئول هستی در پیش خدا و پیغمبر. از رعیتت پرسیده میشوی، از رفتار و کردار فرزندات پرسیده میشوی، از رفتار و کردار خاندانت پرسیده میشوی. مرد مسلمانی واقعی همیشه همین را باید به فرزندا تاکید کنه. در همین صورت امکان داره که فرزند صالح قابل نامبردار انشاءالله تربیه یافته و به کمال برسد. حضرت داملو محمد الله الحال صحبت میکرد از اقبال لاهوری، خیلی از مولانا اقبال لاهوری خیلی سخنهای بسیار با مورد زیبا و شیرین نقل کرد. علامه اقبال لاهوری خود به خود اقبال نشده است. خداوند برای اقبال پدری صالح مادری صالحه را داده بود، سعی تلاش میکردن که فرزند مسلمان به کمال برسه که الحمدلله رب العالمین امروز اقبال میگیم. ببینه دلمو میکشاید، امروز اقبال میگیم، افتخار میکنیم که محمد اقبال لاهوری به زبان مادری ما شعر گفته است، اگر چند در هندوستان زندگی میکرد. حضرت یک قصه ترجمه حالی دارد. قصه میکند که سائل مثل قضای مبرم بر در ما زد صدای پیهم، از غضب چوب شکستم بر سرش، حاصل دریوزه افتاد از برش. یک گدا میگه یک تلبنده اومد میگه در خانه ما را سحر بر وقت کوفتن گرفت، نه خواب قیلولم برده بود، اومد زد ای خواب بیدارم کرد. از بس که جوان بودم، جوان خودش کنترل کردن نمیتونه، به خشم غضب اومدم میگه هم یک چوب گرفتم در سرش زدم، یک عصا را سر شکافوندم. عقل در
آغاز ایام شباب می نبشناسد ثواب از ناثواب. از مزاج من پدر افسرده گشت، لاله‌زاری چهره‌اش آزرده گشت. از مزاج من پدر آزرده گشت، لاله‌زاری چهره‌اش افسرده گشت. گفت فردا امتی خیر الرسول جمع گردد پیش آن مولای کل. میگه وقتی پدر رفتاری مرا دید چنان آزرده شد مسافد، فریادم کرد بچه جان اینجا بیا. فردا روز قیامت امتان محمد صلی الله علیه و سلم در اطراف مولا جمع شوند. غازیان ملت بیضای او، حافظان حکمت رعنای او، هم شهیدان که دین را حجتند، مثل انجم از برای امتند. زاهدان و عاشقان دلفگار، عالمان و عاصیان شرمسار، از هر جانب میگه امتان محمد صلی الله علیه و سلم نزد حضرت می آیند. همه به امید طلب شفاعت، یک طرف عالما، یک طرف قاری ها، یک طرف زاهد ها، یک طرف بعضی گناهکارا با خجالت شرمساری و گردن کج. در میان انجمن گردد بلند ناله های این گدای دردمند. همون وقت اینمی گدایی که تو زدی سر شکفاندی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او بگه که یا رسول الله، اینمی شیخی ریش سفید ابیض شهر فرزندی خچ تربیه کرده نتونست، امروز به گردنی بلند ایستاده است و فرزندش زد سری من به یگان گناه کفان. در میان انجمن گردد بلند ناله های آن گدای دردمند. ای صراطت مشکل از بی مرکبی، من چی گویم چون مرا پرسد نبی. خداوند گفت گذشتن پول صراط برات مشکل بگردانه که اگر حبیب خدا از من سوال کنه من در جوابش چی میگم. حق جوانی مسلم با تو سپرد، کو نصیب از دبستانت نبرد. از تو این یک کاری آسان هم نشد، یعنی این انبار گل آدم نشد. مردم قوم و ملت ها را حضرت بگه تربیه میکنن، قوم ها را تعلیم تربیه میتن. از تو خورترین کاری حتی واقع نشد. همین فرزندی تو یک خاکی خنک بود هم تا یک خلطه خاک مد. اندک اندیش یاد داره پسر، اجتماع امت خیر البشر. باز این ریشی سفیدی من نگر، لرزه بیم امیدی من نگر. بچه جان گفت هر وقت کاری را میکنی پیش از انجام دادن کار اول خوب اندیشه کن که فردا حتما همین روز میشوه، همه در اطراف محمد صلی الله علیه و سلم جمع میاییم و همه در اوجا در خجالت میمونه کسایی که مثل تو عملهای ناهنجار کرده باشه. آخی من از یکون فایده و منفعت تا الحال ندیدم، لااقل خاطر ریشی سفیدم همین لرزه بیم امیدم همین کارای ناجور نکن، از خدا بترس. با پدر این جوری نازیبا مکن، پیش مولا بنده را رسوا مکن. الله اکبر. خدا کنه که ما و شما را من همیخیل پدر باشیم، خدا کنه که ما و شما را من همیخیل فرزندان را نصیحت کنیم. انشالله جامعه دیگرگون می شود. مرشد رومی چه خوش فرموده است، اون که یم در قطره اش آسوده است. مکسل از پندی رسول ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و برگام خیش. از مقام او اگر دوری استی، از میان امت ما نیستی. هاشتا در سرت بگی بنده خدا دعوای امتی میکنی، اگر تو از مقام محمد صلی الله علیه و سلم دور باشی، اگر بس سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آراسته که نباشی، تو از میان امت ما نیستی. لست من نگویدد مولای ما، وای ما ای وای ما ای وای ما. خدا کنه که ما و شما فردا روز قیامت الصلاة و السلام علیک یا رسول الله بگیم، وای ما نگیم. خدا کنه که این محفل خیر ما یک محفل
تعلیم باشه که شنیدگی ها را در یاد بگیریم و برای اهل بیت فرزندا و قوممون برساند. خدا کند که خود را به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آراسته گردانیم. خداوند این محفل خیر، محفل نورانی را برای اهل این خاندان، برای شرکت کنندگان محترم، برای اهل این محله مبارک گردان و فردا روز قیامت به خاطر اظهار محبت هایی که داریم، اگر چند خورد است، اگر چند طفلانه است، پروردگار را همنشینی و صحبت علمای رسول الله صلی الله علیه و سلم برامون نصیب و روزی گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب.